دل ساده خوش بی به دیدن یار، به شوق گلم به امید بهار. گلی که دنیا همه زخمه، ما هر ساعه دیدم گلم کلمه. نمالی بره تا به گلوان با، نپال نمشکی زو کرده دار، نیاز صدا سلام آقا شلام. سلام خانم، خوبی؟ ممنون. چه خبر؟ سلامتی شش. من پلاتون هم دیروز رفتم با چیلی صحبت کردم، یه مقدار پول بهش دادم. یه امروز قرار بیا ازی رو با هم صحبت کنیم برای اطلاق آقا فرهاد مادرت. یه کار که انجام بدیم با آقا فرهاد و هم صحبت کنیم، یه کار تمومش کنیم. بله اینجوری خیلی خوبه دیگه، نمیشه چه با هم زندگی کنن. دیگه نیبویه امروز به چیلی ها همه چی درسته، یه بیشتر چشش ندیم تمومش کنیم. حالا منتظر به چیلی بیایه حتی زودتر تمومش کنیم. حالا ما موافقیم، حالا آقا فرهاد نده موافق کنه که تداوی بجاوه یه تموم شکنیم یه زیاد در سری نارسی تا بیا بریم با آقا فرهاد صحبت کنیم تمومش کنیم. سلام اسم خانم. خوبی؟ ممنون. ما ده وکیل اومده دونیم بروی کلویتی صحبت لازم رو مشتی کن قرار وکیل بیا؟ دیگه دیروز باش صحبت کردم، امروز صبح هم باش تماس گرفتم، امروز حتما نیام. حالا قرار بیایی و امروز با آقا فرهاد صحبتی کنیم باش تمومش کنیم برای باش بیشتر چیشش نریم. تو گفتی انجام. بله اصلا دیگه ارزش نماد که به خیابانم دوباره بیا داخل زندگیم و دوباره بیا داخل خونه، ارزش نماد. صحبت کردم سی تداو آقای آقا فرهاد به مسئله با چی صحبت کردم امروز قرار بیا ما صحبت کنیم. آقا فرهاد زارا خونه جونه؟ خونه شونه. سلام میخوام. سلام خوبی؟ با چی صحبت کردم امروز جلو آقا فرهاد صحبت کنیم توافق کنیم هر چه زودتری تداو کنیم، هر چه زودتری کار رو زن کنیم. فرهاد نظام تو نیست. نه بیا اصلا با اونا که بخیم آقا فرهاد در راه بریم داخل خونه یا دوباره بیا باز زنده موجود همون ذرا به دردیشی خیلی ما گفتیم هر چه زودتر تداو کنیم. حالا منتظر وکیلیم بیایی بیا داخل برای با ایران بزنیم سلامت باشم. چرا داری فرزان باشم؟ داخل بسیاری درست نیم وکیل بیا
میگی آقا فعال زارا خونه شونه؟ مزاحم. بهتر به آقای چیزی ها باش صحبت یالا سلام خوبی؟ سلامتی بفرمایید نه بالا پیشم بعدش میگفت چی؟ خیلی خوش آمدید. قربونت باش کنید باشه ما در خدمتیم فرما نظر بودی گفت آره چی این جریان در پدر و مادرم خواستیم از یه آقای باش ازدواج کرده خواستیم پدر این ناتریمه خواستیم جریان طلاق و اینو خواستیم ازش طلاق بگیریم چند مدتی رو با هم زندگی کردیم خیلی هم قبلا خیلی با همون خوبی ولی مثل این چیز زلمو داشت نقش آدم خوب بازی درسته داخل خونمو به سال مادر میدازی تلاهای چیدازی که شیزه یه بازم ما گذشتی کردیم ولی تا این چی یه خانمی نوردی این بغل همسایمون رفت از زندون آزادش شده آورده نمیدونم قرار هم نمیدونم همسشی نمیدونم چه نسبتی باهاش داری یعنی زندونی شده بودی دیگه این خانم ما زندونی نه آزادی او خانم ما زندونی شده اون خانم ما زندگی کرده همسایه هم زاموی او بیدر سر ما زندونی شدیم یه دفعه این پدرمون رو آزادش آوردش پدر ناتنی رو آزادش آورده یه ما هم گفتیم
بریم درخواست طلا بگیم آقا به چی صحبتی کنیم که این طلا هر چه زودتر انجام بدیم. یه نظام شما رو بگیریم بتونه هر چه زودتر این طلا انجام بدیم برای هر چه بود پیدا. خب بذارید پرونده جدید باز کنم براتون. قبلا خیلی اذیت موچکتش موزه مشخصات خودتون کامل بگید. شهرام حسین‌پور. مادرتون هم معصوم خانم معصوم حسین. اسم پدر مادرتون هم بگید. هم آقا فرهاد حسین. اون هم حسین‌پوره؟ بله. چند وقته که ازدواج کردیم؟ حدود یه ماه میشه، یه ماه 2 ماه نه میشه. این 2 ماهه؟ این 2 ماه خوب شما تغییرات لازم نکردیم مثلا چه کار از کجا بود؟ خیلی آرام خوبی نه رو آرام خیلی خوبی بود. دست حتی در ما خوشت از زمان کش خیلی ممنون. حتی خوشت به جای پدر ما جازایی. درست. از چند سالگی با مادرم آشنا بودیم. وقتی می بچه بیرون با مادرم آشنا بودیم تا الان که یه دفعه دیگه با هم وابسته و بینن ما گفتیم با هم ازدواج کنیم تنها نمونه. یا با هم ازدواج کردیم یه راستیاتش به مرور زمان همچون آدمی در اومد. اصلا یه آدمیت با گذشته اصلا خیلی فرقی چید. بعد این خانمی که میمد مزاحمت ایجاد میکرد برای شما چه نسبتی داره با آقا؟ حالا ما اصلا نمیدونم چه نسبتی باهاش داره. یک نوع تو شرایع بیرون اداره بیرون الان پشت راستی دو دیروز یه قبلا خونه آفراد هزاره بود؟ نه داخل خونه او دیگه خانم قبلا با داخل خونه آفراد داخل خونش هزاره آه. بود درسته؟ الان دلیل مزاحمت شدنش چی بود؟ مثلا چی میگفتیم مزاحمت پیش شما؟ برای چی مزاحمت؟ اصلا نمیدونم مشکلت چیه بگو؟ چند وقت پیش یه دفعه اومد این خونه بغلیمون خرید، این خونه همسایه‌مون خرید. خب یه روز ما دیم اصلا اخلاق و رفتارش با ما خوب نیستی. رفتیم یا ایران زامو یا بی پاکیزی. وقتی رفتیم از همسایه آب بیاریم اومد از رو بامو دعوای چی؟ خب اسمش هم لطف کنید. اسمش زهرا حسین‌پوره. الان ما نمیدونم اصلا چه نسبتی با آقا فرهاد داره. ما اینو نفهمیدیم. ما اصلا الان کاری با زهرا خانم نداریم. باش مشکلی ایجاد می‌کنیم یا درگیری باشه. شما الان تصمیم می‌گیرید که از آقای فرهاد جدا بشید. درسته؟ یه تصمیم 100% بله. و این طلاق هم داخل کشور خودمون من میدونم یا نه خیلی طول می‌کشه. بله درسته. و همینجوری علیکم طلاق نمیدن. باید خیلی از مشکلات و اینا رو بگیم و ثابت کنیم اینا تا بتونیم طلاق ازش درست. بعدم داخل کشور خودمون حد طلاق رو ندیم. لطفاً بدونید. یعنی ما نتونیم چیز رو ثابت کنیم و برایش پرونده بسازیم اینا نمیتونیم ازش طلاق بگیریم. یعنی که خودش رضایت بده کنیم. حالا خودمون هم باید باهاش صحبت کنیم ببینیم اصلا مشکلش چیه. اینجا میاد اصلا یا نمیاد؟ اینجا اولی خونه بغلی همسایه. هم داخل خونه‌ش با همون زهرا خانم خب کنار زندگی کنه. الان پیشمون زهرا خانم با هم توی خونه زندگی می‌کنه. داخل یه خونه زندگی. خیلی دفاع شیکنه طرفداری شیکنه به چه رابطه یا قبلا تو خونش ازار بیرون به دردم خورد. حالا ما 6 دوریم شاید یا همسرش بود باش ازدواج شده بود یا این گفتن از ما منفی کنیم. منفی چه؟ بله من شما هیچ پرسوزی هیچی نکردی اصلا در مورد خانم؟ گذشتش بینید کجا بوده؟ از هیچ کس نپرسیدید؟ نه فقط اون بقدر داخل روستا زندگی چی؟ اصلا در موردش نچید. من خودم این مشخصات رو که دارم آقای فرهاد و خانم زهرا اینه باید سرپرواز یه نامه بزنم کلی سابقه‌شون رو در بیارم این اصلا چیز رو آدم هایم اینا این اصلا شاید نسبت داشته باشن با هم نسبت اینا داشته باشن وگرنه نمیشه یه مرد و زن اصلا ببین پیش با من باشن توی خونه زندگی کنم من خیلی عجیبه چیز عجیبی حتما این نسبتی با هم داره این هم باید درست بشه تو خیلی دفاع شیکنه یه نسبتی باش داره ولی شک نکنید حالا در خصوص مهریه و اینا هم چقدر داری برای خانم بودتون اینا؟ مهریه 150 تومن بود 150 میلیون بله این کار بس مهریه اینا نداریم باید از صحبت‌های واقعات هم خودم بشنرم ببینم اصلا مشکلش چیه شاید اصلا بتونیم با صحبت حلش کنیم اگه باش صحبت کنیم شما مشکل دارید بیاد اینجا برگرده نه اگه بتونیم اگر
می‌بوشه دوباره اجازه دادن بیاد داخل زندگی. خب یه نظرتون کاملا قطعیه. بله. کاری که باید انجام بده انجام داد. به خصوص یعنی میتونم ببخشیمش. هم خودم هم مادر. برای خانه توی کوچه تلاشون رو بگیم. هرچه بده پی زندگی. الان من درخواست طلاقشو می‌نویسم. دست بچه انجام بدم براتون. ما خیلی احترامشو داشتیم ولی خیانتمون چی؟ قبلا پیش همیری خیلی احترامشو داشتیم باش رفتاری خوب کردیم. این ما در الان پرنده‌های زیادی هستن اینجوری که مردای زیاد مثلا بعد از اینکه ازدواج کردن و اینا دیگه مسئولیتی قبول نمی‌کنن و بد اخلاقی می‌کنن و با خانواده نمی‌سازن و اینا آدمای زیادی هستن که اینجوری هم درست شده می‌کنن. پرنده‌هاشون دست در نکنه. پرنده‌های مشابه زیادی هستن اینجوری. کاریش کنیم. دست در نکنه زنش. یه کاری کن چی آقا و فراز اومد داغش بسونم یه باره توی خونه میایی خیلی بلا آسم و خیلی کتا چونده قبلا دست بزنم داشت آه قبلا خیلی بلا آسم و تامستی شرم هم میگفتم اونا رو باید تحمل میکردی ساکن همین شهر سر داشته درست؟ بله. از اون این کودک 19 ویدیو داری؟ ویدیوهاشو؟ شرم ویدیوشو داریم ویدیوشو خانم پراکتور داشت. از کارهایی که کرده و مشکلاتی ایجاد کرده ویدیو داشته باشه خیلی کارا انجام داد داخل گوشی خون گوشی خون هل رو بیره نیم مشکلی نداره اگه بود خیلی حالا داخل گوشی خانم اپراتور هست اگر خواستیم بعدا میتونیم مشاهده کنیم هر وقت لازم داشتیم الان که لازم نداره می‌بینید تا کارهای اولیه‌اش رو انجام بدیم خود من باید حالا با هم میریم زبون با اون صحبت می‌کنیم آقا فردا یه نزدیکه این اصلا مشکلش چیه و داره چی کار انجام میده زریان اصلا کلا بفهمیم چی از چی و چی شده راخه باش صحبت کنیم خودمون باید صحبتی باش بکنیم حالا یه چویه میرسه حالا چای میاره بخواد تا برای نمی‌دونم باشم صحبتی ولی آقای وکیل بر ما امید ما بتونیم فقط یه کاری کنیم خواهشن این وکیل این اطلاع و هر چیز زودتر انجام بدیم یادت باید باشه اگه کارش دست انجام در بده نکنه خدا اصلا مادی از دستی آقا خسته و بیره یه آدم خیلی زیاد هستن خیلی باید باشه ما چند سال حدود چند سال پیشمون که یه پدریم بعد فهمیدم که آزمایش دینه انجام داشت اصلا پدر من نبود پدر ناتنی بی با دروغ چلهی وارد زندگی ما بیخشه بذار پدر نزار زیدی و بعدا فهمیدیم که همش دروغ و همش چله چیم مادرت اینا رو به نگفته میکنه من همرا تعریفی چی اصلا سیش مبون تعریف میکرده آه کتاش میزه اصلا نباید سیش بگوی نقش آدم خوبان جلوی ما بازی که ما هم قریبش خریدیم اشتباه از خود موبی یه جور رفتاری چه آدم خوبی بی کش میتونیم چندتون آدمی بودی از بابت باید باشه فقط مدارک خود زمواری کنیم در علیهش رو باشه هر کاری که باش ما انجام یاد دادیم خانم اپراتور حالا این ویدیوشه که رو قبلا کار بچه در بیار برای بیان بده که هر موقع حالا چی لازم داشت بینشتید باشه سنو درنه آشار هم دست در نکنه مرگونه میره بخم ممنون دست در نکنه سای خود زن نکش حالا یه درخواست که نوشتم این 2 تا امضا باید خود با مادر بزنید و باشه چشم کاراش انجام بده مادر امضا بزن اینجا چند بنویسم
حالا بگم اوضاعی چند کلمه من با آقا صحبت کنیم ببینیم مثلا چی میگه و حرفش چیه. زایان بهش بگیم که میخوام طلاق بگیریم ببینیم واکنشش چی هستن. باشه. دست در نکنی. هر کاری کردی باید من ازش لا دیدم. به خوبی باش صحبت کنی جوری که بازش کنی دیگه هر طرف صحبت کنیم باش ببینیم مثلا با رضایت میاد طلاق بده یا میخواد گیر بنداز داخل کار. حالا باشه نظر تا بگو. بفرمایید. يلا يلا معك واخر سلام خوبی؟ نه دست در نکنید. یه چند کلمه داشتم باهاتون در خدمتی بفرمایید. فرهاد مشورم خوب نشناسید. من وکیلشون هم زنگ دادم با من تماس گرفتن برای مادرشون ظاهرا میخوان از شما طلاق بگیرن. به چه دلیلی که بخواد طلاق؟ به دلایلی که گفتن کتکشون میزنید دوباره هیچ مسئولیتی راضیشون انجام نمیدید نه بهشون رسیدگی میکنید بد اخلاقی میکنید و الان که اومدید داخل خونم اصلا این خونه مال شما نیست. این خانم چه نسبتی با خون داره که با خانم بابا این خانم در من قبلا تو خونه‌شو کرایه بودم. حالا به این خاطر مثلا اومد خونه اساساش آورید من یک کمکی ازش کردم. اصلا هیچ نسبتی از این خانم من ندارم راستیاتش. اینم که چی گفت که من او خانم زدم یا اذیت کردم یا خودشون گفتن. ظاهرا ویدیوش هم موضوع داره. بعدم شما بودین که اگه خانمتون دوست دارید سوانم پیش خانمتون که میارید. با آقا شهرام من از همون با همون خانم معصوم من بیرون کردم با مکافات. کیف من انداختم تو او خاکا من که مجبور شدم. واسه دلیلی که من انداختم الان دلیل چندی بود که واسه دلیل انداختم بیرون. بابا دلیل هیچ نداشت. دلیل اینه که تو چند سال من گوش زدی که من پدرتون و دروغ کلای با زنده بعد ثابت کردم تو اصلا من از بچه دوزی که ولی به معصوم. بابا دزدی کجا بود؟ تو اصلا پسر منی. تو پسر منی. چی گفتی؟ اسمت نارم از آقا فرهاد. اگه خود قبول نشین نشو ولی شما پسر منی. این آقای فرهاد آقای وکیل دیروز پدر پرچی بیرون باچی بیت بالی باشه. شما رفتی نداد. من رفتی دارم. شما به چه دلیل میاد مزاحمت ایجاد میکنید برای میت مزاحمت این نیست که اون موقع که داخل زندان برای چی مزاحمت ایجاد میکردید؟ میت این نشایت مزاحم نه و بیاسی شو. بابا یا دروغ نگو. شهرام خوش یا بام دعوای کنه مظلوم خانم یا دعوای کنه یه مین یا انزای دختر یا دعوای کنه. نه من تو باید اون فرصت دلیل دنسیده. همینطوری میاد همینطوری الکی ایام تو وقت شهرام بگه چاش جوری الکی ایام به حال دیگه. شما نسبتی با خانواده ندارید. نه هیچ نسبتی ندارم. با میگم فقط من قبلا تو خونه خانم کرایه بودم. نه اداره وقتی نشین. اومد توی خونه من زای سلطنانی نداشتم. شب اومدم اینجا یعنی از خونه انداختم بیرون. ولی من از زنم طلاق نمیدم راستیاتش آقای وکیل. ببین تو بحث داریم با. تو اصلا نباید اول زن تو به یک دیگه بفروش که بخوای زن تو نه من خانومم میخوام. یکی دیگه بیاد من که خانم میخوام. دیگه کنید. بعدش هم اگه بخواید طلاق بگیریم تو نیست که بگی طلاق نمیدم. نه من طلاق نمیدم. من چجوری طلاق بدم؟ بابا اون خانم معصومه از دست این شهرام که پسر شه به مزبور که پشتبانی بزی دروغ نگو. بابا خانم معصومه من دوست داره از دست تو من قبولدار نیست. آه چه دروغی با گفت. خدا. آخر من جوابتو میدم. بفرمایید. خانم معصومه خودش گفت از ترس شما این چند سال اصلا هیچی به آقای شهرام نگفتید. بعد شما میام رو برعکس میکنی بر علیه خود ما استفاده میکنی. شما ترس داشته بودید به خانم. بابا من وقتی که من میدونم که وقتی من از خونه انداختم بیرون خانم معصومه چقدر با این دعوا میکنه من میدونم مطمئنم. ببین الان من درخواست طلاق نوشتم. فقط اومدم اینجا خب بابا چرا نوشتی شما؟ حرف بزنم ببینم اصلا حرف زدن بلدی یا خب بلند نیستم یعنی؟ یا نه اصلا نه کلا داری همه چی برعکس میگی. آقا من میگم خانم طلاق آقا شهرام اون خانم من هیچ وقت هم طلاقش نمیدم. منم هیچ نسبتی با این زهرا ندارم.
فقط اونجا مثلا سر بود، هوا سر بود، نتونستم جایی بخوابم. سنگپور زهرا سنگپور فردا آمارتون در میارن، هر نسبتی با هم داشته باشید مشخص. خب بعدش هم طلاق نمیدم و اینا باید یه چی بهش میگن نفقه و اینا رو پرداخت کنی. الان چند وقت خانم تو کردی اومدی اینا هیچ خرجی خوراکی پوشاکی هیچ پرداخت دیگه 3 روز بیرون کردن، چند وقته 2 روز بیرون نشد اومد آخر. زهرا خانم تو چی دخالت نکن خواهشم. زنده ما و آقای اصلا تو دخالت نکن. برو داخل خونه. از وقتی من داخل زنده ما بیرون همسایه ما زنده ما رو کجا؟ اصلا به شما هیچ ربطی نداره خانم. ما با شما هیچ کاری نداریم. اومدین باید سن کنم با آقا. یعنی خب با آقا فراد در واقع حرف بزنه. به شما اصلا ربطی نداره. شما ربط داره. شما اختیار تو دست خودت یا دست با دست خودمه. خانم یه چی میگفت؟ چند تا شرط من خودم براتون میذارم اگه خب، نمیخواد طلاق بدید. این خانم اصلا کامل ول کن. خب هیچ دیگه هیچ کاری باش نداشته باش. خب اگه خونه‌ش خراب شد هم نیا کمکش. نیا ببینید. خب یه شرط قبوله؟ میای میری پیش خانواده‌ات. هر چی لازم دارن همه چی براشون می‌خری. و خودم ازت میگم که دیگه با این خانم صحبتی نکن. قبول این شرط رو می‌ذارم؟ من قبولدار نمیشم که مثلا این خانم، چون این خانم قبلا خیلی کمک به من کرد و به هیچ نسبتی من مثلا به این ندارم، ولی با خاطر یه چون او زمان مثلا تو خونش بودم کمک به من کرد، یه کمکی میتونم ازش کنم، ولی خانم من اونجا دوست دارم. من شما خانم میخوام، من شما خانم طلاقش نمیدم. تو نیست که بگی طلاقش رو نمیده. مگه میشه دست من اگه من تو دادگاه بگم طلاق نمیدم شما که نمیتونی بازی شرایطشو نداشته باشی میتونی طلاق ازت بگیری. حالا بفرمایید با خانم زهرا هر کاری می‌خواید انجام بدید. باشه الان فایده نداره. من خواستم فقط صحبتاشو بشنوم ببینم چه آدمی و چی میگه. یا اصلا هیچ علاقه‌ای یعنی تا وقتی آقا قبول نکنی طلاق سن نه خودم کارشو درست می‌کنم. شما نه، شما نمیتونی. منم میرم وکیل میگیرم که میگم آقا من خانم میخوام، این آقا شهرام مزاحم شده. آزادی بود 10 تا وکیل. آقا شهرام مزاحم ما شده. نمیذاره. باش مشکلی نداره. آنکه من اون خانم میخوام یک کمکی هم به این زهرا خانم زوم بسم، نه که بخوام خدای نکرده همیشه من تا حالا یک کیلو من گوجه یا خیاری هم برای خانم نیاوردم. هر روز مثلا با ماشین اساس میرم تو خونه. آدمای مثل تو من خیلی دیدم، میشناسمتون. اینا همش نقشه‌هاتونه. اومدی یه خانواده رو زدی بدبخت کردی، بازم داری خودتو یه زودی می‌کنی. بابا خان چطور آقا شهرام شما به وکیل بگو. این آقا مگه نبود هر روز من اینجا که با ماشین میومدم اونجا همه اساس هم میومدم خلاص میام تو خونه. خواندیرم آقا بچه خواندیرم با ماشین پیشون صندوق آره آقا دلتنی گوی چه کارایی انجام به دادی؟ چه کارایی دیدین؟ الان تو چه حقوقی داری با این خانم که اومدی از این داخل خونه؟ بابا انداختم بیرون انداختمت بیرون. چه به با این خانم داخلی خونه؟ بابا تو چه کاری کار میکنی مثلا؟ ببین آقا فرهاد بیا یه مدوز صحبت با آقای وکیل این طلاق تموم بشه. من طلاق نمیدم. من شرایط برات گذاشتم، بهترین شرایط برات گذاشتم. خب شرایط هیچ چی بود؟ نسبتی با خانم نداری. ولش کن، راش کن. اگه بیاست خونه زندگی. نه من نمیتونم. خودت نمیتونم. برو هر دادگاه خدا فاصله. خودمون یه نسبتی با خانم چیه؟ چه نسبتی باهاتون داره؟ من که هیچ نسبتی که مثلا بگو یا همسرم باشی یا یه چی، نه اصلا نه. همینطوری السلام علیکم معمولی ما قبلا داشتیم. این اصلا طبق دین اسلام، دین خودمون هم شما نمیتونید با آقای خانم توی خونه بخورید اگه نسبتی با هم نداره. پس ما خودمون همه چی رو میدونیم. آقا من خودم برام درستم با کی میگیرم؟ تا شما رو باید از اون خونه که من بیرون. اون خونه الان ببین آره اون خونه و اون زمینا مال منه. آیا وکیل شما هم الان بدهکاری میدونید؟ نه هیچ بدهکاری ندارم. من خانم میخوام. من اون خونه و زمین مال منه. اگر من میخواستم مثلا بعد اینا کار کنم هر انداختم شو بیرون. حق خودشونه. وقتی زنگ گرفتی وظیفته که خونه‌شو تعمیر کنی. همش اگه بخوای بندازی بیرون خود یه طلاق ما راحته. طلاق میدیم. نه من نمیندازم بیرون نمیندازم. من نمیخوام اگه نمیگی میخوام بندازم بیرون. نه میگم اگه بخواستم بر اینا کار بکنم میتونستم ولی نه. بیکار نمیگم. یه چیز دیگه گفتی من که جواب دادم دوباره گفتم اگه من بخوام بر خانم معصومه و آقا شهرام مثلا بخوام نمیخواستمشون من اون خونه و زمینه در اختیارشون نمیذارم. خاطری که همسرم بود ما حرفامو رو بزنیم. خیلی خانم بزن برگرد گستاش کنم. نمیخوایم داخل دادگاه میبینیم. خب نه من غیر خانم نمیزنم آقا. شما برو. آقا چه اصلا این با آدم صحبت. حالا میبینیم داخل دادگاه. باش الان میتونیم راست. فایده نداره اصلا صحبت کردن. صحبت چرخش
مسئله ما بود. نه اصلا مجبوری آقا کاملا مجبوری. شرطی چند بزار چیزی شرطی ما نکنم باکن بشیم یه خیلی مجبوری که با خانم یه رابطه داره ولی نه ازش که حاضر نیست غیر خانم شده با یه خانم خیلی بزنه یه بدهکارشون اونم بدهکار اصلا خب پول چرا داره حالا باز کار می‌کنم چی بود؟ اینو من خودم پرندهش میبرم کارشو انجام میدم درخواستشو میدم و با تو تماس میگیرم دست خیلی ازت ممنون. باز خب آقای وکیل دستتون در نکنه. باز خدا مرا خبرتون میکنم زنگ بزن من این ویدیوی دیتیلی چی گفتی فراهم شو کنم هر وقتی نیاز داشتیم بهم دادگاه و اینا دستتون در شما چی کردین؟ چی آقا فرمان دیگه مشکلات میرم من یوگویه و حتی من همسرم دوست دارم و اگه استراغ میرم نمیدونم اصلا هیچ فایده نداشته بچه اصلا هرجستی از آزمی اولا آقای وکیل یه شرطی گذاشت برای که خب حالا آقای یه خانم رو بزن یا برو با خانم زندگی کن حالا قبول هم نکشید نه من قبول الان میکنم قبول میکنه میخوان امضا کنه نه اگه من خانم دوست دارم و هرگز زنزیر آقای من یوگو هم دوستش ندارم خب حالا هر چی بود چیز فایده نداره آقای وکیل بخوام درست چی کنم لا هر روزی بخوده بعد امضا کنه حالا آقای وکیل لازم است اول دار پرونده رو بذار به اجرا همه چی درست کنه کم کم کنه حالا طلاق یه طوری نیست که یه دفعه توتا بدن خب نه سندمون طوری چشی نه باید یک کاری کنیم چیزا دوباره نیاد زیر نه مادر اصلا اجازه میرم که یه دفعه بخوای آقا بیا از ایرو میخوام به چی دیگه با گرفتن چیزی طلاق هر زمین مشکلی برو نگیران چیزی هم نبود آقا وکیل خوش کارش انجام میده وکیل خیلی سابقه داره تا حالا خیلی از طلاق‌ها رو انجام داری در موردش خیلی پرسجو شده نه جان نبود جونم آقای وکیل خوبین سلامته وکیل نامه سوخان کم میخوان آقا نه ما لا هیچ هر وقت روزی زبارش بودش میرم لاخ شده بسم ما هیچ وقت راهش میرم زبارده بیاد آخر زندگی خانم امپراتوری ویدیویی چی و آقا فرهاد تو قبلا با آقا مادران بد رفته و چی حالا آقای وکیل گو حضوریابی ویدیو را فراهم هم کنید چون داخل دادگاه به این ویدیوها نیاز داریم باشه آقا شایان کل ویدیوهای لازم رو باشه دستتون در براتون میفرستم بعد دیگه خودتون برای آقا وکیل نشون بدید. نه من حالا بشین تا پیش هم یه زوری کنیم بعد نه دست زرا و آقا اعصاب شو خورد دوباره رو با تو درگیری درستی کنید بیا از ایرو بعد نه شب تا با باشه این ها باشه درگیری درست کنید وکیل چی اومد؟ یه درخواست طلاق نری. با پیچه شیدی تو. خانم زهرا شما دخالت نکن از این کار ما چیزا دخالت نکنی. بابا اون خانم من نمیتونم طلاقش بدم شهرام خشارم پسرت مسما خانم تخو خونه بیرون کردن پرت چنه لباس الان اینا مثلا یه مشکل خانواده‌ای داشتیم من انداختم بیرون ولی چشش نره برو درخواست طلاق نه بده. من آقا شهرام دوست دارم خانم معصومه هم دوست دارم شما دخالت نکن من یه چند مدت اینجا میخوام برم یه خونه کرایه کنم میرم پیش شما وای نمیستم نه دخالت نکنم من حرف راست میزنم آقا شما میگو ببر طلاق بده چرا برم طلاق بدم نمیدم خانم تو چه جوری گفت مجبوری باید به طلاق بدی وکیل بگیره من وقتی طلاق نمیدم چیزی تو دست وکیل نیست هیچی من دست خود نیسته شرام مسما خانم رئیس تو بیرین خود هیچی من دست خانم زهرا من این وسط شما چی تو باید این کار انجام بدی چشش میری برو داخل دادگاه خود درخواست طلاق برو بره نه خانم زهرا
سیچه حرف نه اصلا نزن سیچه حرف مزنم با حرف نزن، من طلاق نمیدم. نگاه خطن شریش مونه نی من با تو نیستم دیم آخه خانم زهرا شما چه کار داری؟ من کاری به شما ندارم، من اون خانممه. خانم تخ بیرونت چیه؟ پسرت بیرونت چیه؟ الان هم میگه خانمم پسرم بابا اگه میگم. خطش برو پیششو من نمیخوام بیاد داخل خونه تیمو نمیخوام بیای من اصلا طلاق خانم از شما نمیدم. خانم از من دوست دارم و شهرام هم دوست دارم. یه اختلاف بین ما برادر بیرون چیدن و من رفتی نداره شفت تو رفتی نداره. من رفتی نداره بیرون چیدن لباس تام پرچیدن بیرون خجالت بچش بره بابا پاپا رفتی نداره. شما نمیدم شما داخل هونه شما نمیخوام کار نداشته باش من بخوام طلاق خانم داخل هونه نمیخوام اونو بیرون چیدن من بیرون تکینم کار نداشته باش. برای هزاره برای نمیخوام به داخل هونه میدم من میرم خونه پیدا میکنم. برای هزاره برای نمیخوام به داخل هونه میدم برای با این شفت بچیرو واسه این دیگه تیچه نو هیچ یعنی گفتم آخه همون شهرام و خانم معصومه خیلی بهتر میگفته. این خانم زهرا خیلی خطرناکه. من گفتم که بیام اینجا یک کمکی بشکم به عنوان یک کمکی. اصلا همون خانم معصومه و آقا شهرام خوب به من گفتن. من اشتباهشون رفتم اینو اصلا زندان آزادش کردم. خیلی وقت گفتم مرا یه زن آزار نکن. من مو شهرام مسئولم خیلی از گفتیم ولی که باور نیست. خانم این کار نداشته باش. تو کار ما دخالت نکن. من خودم میدونم چه کار کنم. من خودم درستش میکنم. دوباره اینجا دردسر درست میگه. دوباره خانم زهرا میاد باید دست میکشه. بدش که من خودم میدونم چه کار کنم. الان اون ارزش داشت که روی بخاطر معصومه و شهرام روی زن آزار کنیم. آخه من چه کار کردم که یهو اینا رفتن شهرام میرفتن وکیل میگیریم یا یک بگه طلاق خانم معصومه رو بده. الان آقا فراد تو چیزی نیفهمی. الان تو داخل این خونه پای خانم زندگی کنی. بابا زندگی چه کار کردم؟ میتونی الان اونو پیش خصوصی فکر کنی؟ من زندگی چه کار کردم؟ من یه طور به عنوان یه سلام علیکی با این خانم. حالم نخواست به خاطر ضراری زندگی خراب کنی. بابا ما اینجا به روزی پیش هم بودیم. شب که میشون من با ماشینم میرفتم یه رفیقایی داشتم پیشون. شب اینجا نبودم. الان به روزی هم. الان یه دقیقه چون نباید این کار انجام الان من خودم درست میکنم. این خانم شما یه فعلا من به اندازه کافی اعصابم خوب. من کار از کار گذشتی. شرام مادرش هم هیچ وقت نمیبخشه. من برای فکر حال خودم و غذای شوبی مداقش کنم یه گوشت برنج مداق شدم شرم تیگوی وچیل آدم خوبیه پیجیری کنه ولی مادر خوبه چی دیگه. من مادرش خیلی تغییر شدم از چند تا ماشین پرس شدم. واقعا وکیل خیلی خوبیه. تا حالات هم تا از پرونده ها درست شده.
که بهش اعتماد دارم. با آقا فراد پیش در خانم داخل مخونه بله. دیگه طلاق هم میام. دست خوش نیست حالا بچی که خون درست کن بررسی کن درست کن. همه پاتو شما هایی ویدیو ها رو لطفا این ویدیو رو تمرین کنین. باش. هر وقت بچی رو لازمشون داشت. هر چی کاز لازم داشت سیش بفرست سیش پیگیری کنه درست کن. نه جان نه. هر چی زودتر اسمت از سر بکنین همه چی درست کن. چیزی اسم نام سر داشته باش. همه چی درست کن. سوی خیلی هم بکنسی؟ نه بابا. اون وقتی که داشت مقصرم آقا فراد حالا میام در خانم به فراتی کنه از خونه پس کنه بیرون
هم بیا تو غذا جانم بخیر ممنون مادر.